پدر دانایی به پسرش گفت افرادی که عکسای زیادی از غذاشون در فضای مجازی میذارن از طبقه پایین جامعه هستن. بی تجربه و ناآشنا با ابعاد عمیق‌تر زندگی. کسانی که از سفرهاشون عکس میذارن معمولاً طبقه متوسط هستن. اونا به تازگی تونستن نیازهای اولیه مثل غذا و پوشاک رو برطرف کنن. افراد واقعاً ثروتمند در زمان تربیت فرزندانشون درک عمیقی از طبیعت انسان رو بهشون آموزش میدن، در حالی که قشر ضعیف تمام تمرکزشون روی یاد دادن مهارت‌های فنیه. پسر با دقت گوش کرد. بعداً وقتی که در یه دانشگاه خوب قبول شد، پدرش نه داخل فضای مجازی پوز داد و نه یه مهمونی پرزرق و برق گرفت. اون فقط پدر بزرگ و مادر بزرگ رو دعوت کرد برای یه شام خانوادگی ساده. بعد از فارغ التحصیلی پسر کسب و کار خودش رو راه انداخت. کلی پول در آورد و خونه و ماشین خرید. یه روز از پدرش پرسید بقیه پدرها کلی پوز موفقیت بچه‌هاشونو میدن. تو چرا اینقدر متواضعی؟ بهم افتخار نمی‌کنی؟ پدر گفت پسرم، یادت باشه دلهای آدم‌ها پیچیده است. وقتی بی پولی کسی بهت اهمیت نمیده، ولی وقتی پول داری حتی غریبه ها هم سراغ تو میگیرن. خیلی‌ها شاید به زبون برات آرزوی موفقیت کنن، اما ته دلشون نمیخوان از خودشون بهتر بشی. تو دنیا فقط پدر و مادرن که بدون حسادت واقعاً از موفقیتت خوشحال میشن. هرچی بالاتر بری، آسونتر باعث تحریک حسادت